و به مبلغ 2.5 میلیون دلار خریداری شده و متاسفانه توی سکندری کسی که حالا گرفته بودش بکنم 13,000 دلار استوب شد. آره ایرانی بودش و خب جریان اصلاح شد و کامیونیتی ایرانی خیلی الان کامیونیتی مهمی تو دنیای NFT هستش که حالا کم کم میریم جلو صحبت میکنیم که پرفروشترین افراد یا افرادی وجود دارن که بزرگترین کامیونیتی رو دارن، اما ایرانیان. حالا تو فضای NFT خب خیلی صحبت شد تو این 4 سال 5 سالی که ما هستیم و خب آرتیستای خیلی بزرگی از جمله خود احسان حالا جای بزرگی اون مثلا نیویورک کاراش رفته و علی ثابت رو داریم و آرتیستای خیلی بزرگ. ولی خب اگه بخواد مفهوم NFT رو داشته باشیم، همون که تو کلیپ ساده توضیح دادی، انگار آثار شما یه امضای دیجیتالی میگیره و همینطور توی فاز بلاکچین ثبت میشه. فاز بلاکچین رو خیلی ساده بگم، یک فضایی هست شما این فاز متمرکز، شما الان صبح پا میشی میتونه شناسنامه اسم تغییر کنه چون دولت داریم، پاسپورت میتونه اسم تغییر کنه، شما هر چیزی میتونه تغییر کنه چون یک فضای متمرکزی که یک دولتی بالاشه. ولی فضای غیر متمرکز، چیزی که در بلاکچین ثبت میشه غیر متمرکزه، کسی روش نیستش. ما هم داریم کلا میریم به فضای غیر متمرکز در دنیا. تمام سرفصل رو گفتی و تمام تیترها صاحب تمام تیترها شدیم، یه بحثی برای بنده نمون. ولی خیلی کوتاه بخوام بگم شما دارین یوتیلیتی خودتون رو دارین می‌فروشین، یعنی دارین تفکرتون رو می‌فروشین. همون اوایل استاد جانم عرض کردم فرمودن ببخشید من عرض